کاوه آهنگر شخصیتی اسطوره‌ای متعلق به ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمانروایی به نام ضحاک را پی می‌ریزد. نشان جنبش او درفش کاویانی پیشبند چرمیش است که بر سر نیزه‌ای می‌آویزد. کاوه که بود؟ کاوه یکی از خاندان‌های معروف پهلوانی دوره اساطیری ایران است. در آن زمان پادشاهی ستمگر به نام ضحاک فرمانروایی می‌کرد که 2 پاره گوشت به شکل مار از روی دوش‌های او سر برآورده بود. ضحاک آنها را نشانه ساحری خود می‌دانست و مردم را به هراس می‌انداخت. چون 800 سال از پادشاهی او گذشت، آن گوشت پاره‌ها ریش گشت و درد گرفت و بیقرار شد. مردی شیطان صفت به او میگوید مغز مردان جوان علاج درد است و به دستور او هر روز 2 جوان را میکشتند و مغز سر آنها را روی زخمها میگذاشتند. در این زمان در اصفهان مردی به نام کاوه که آهنگر بود در روستایی زندگی میکرد. این مرد روستایی 2 پسر داشت که هر 2 به جوانی رسیده بودند. کارگزار ضحاک هر 2 آنها را در یک روز دستگیر کرد و نزد ضحاک برد. ضحاک دستور به کشتن آن 2 داد. چون کاوه از دستور ضحاک آگاهی یافت، به شهر آمد و بخروشید. کمک خواست و آن پوست را که آهنگران بر پیش می‌بندند بر سر چوبی نهاده و فریاد آغاز کرد. از آن بیرق به نام درفش کاویانی یاد می شود. مردم چون از ضحاک به سطوح آمده بودند گرد کاوه جمع شدند و بسیاری از آنها به کمک او شتافتند. در آن هنگام فریدون در پی فرصتی مناسب برای قیام علیه ضحاک بود. فریدون که به طبرستان رسید وقتی شنید که کاوه به ری رسیده است پنهانی خود را به ری رساند و او را آگاهی داد که از فرزندان جمشید است. در آن هنگام کاوه فریدون را امیر سپاه کرد و خود سپهسالار شد. چون سپاهیان ضحاک و فریدون به هم رسیدند و جنگ شروع شد، سپاه ضحاک شکست خورد. ضحاک گرفتار فریدون شد و او را در کوه دماوند زندانی کرد و ایرانیان از شر او آسوده شدند.